زن زندگی آزادی حرف پیامبره، حرف جمهوری اسلامی، حرف انقلاب اسلامی، حرف ایکسونومی، حرف هر انسان عاقل و فهمیده‌ایه. اینترنت کلاً قطع. دهه 60 شما جانماز آب میکشیدید، دیوار میکشیدید، دختر پسر جدا میکردید، فیلم‌ها رو توقیف میکردید، کثافت مواد فلان قاچاق همه چی توش. ما اصلا اومدیم خاطرات پرنسار یه چشمکی هم می‌ذارم ما اونه ببینیم. به نام خدا. به برنامه فانوس خوش آمد. مهمان این برنامه ما آقای آقایی هست. آقای آقایی رو قبل از اینکه یه سری کارهای جنجال آفرین بسازن و من دوباره تو رسانه‌ها ببینمشون، قبلا یه آشناییتی باشون داشتم. ایشون استاد تدوین من بودن حدوداً 15 سال گذشته. آقای خوش آمدید برنامه ما. خیلی مخلصم آقا حسین، زنده باشین. ممنون از که دعوت کردین. خب ما نمیشه گفت استاد، ما این نرم افزاری بودیم درس میدادیم و تاج سر شما اتفاقا خیلی شاگرد خوب بودی. خدا کنه که خوب خوان بودی، یعنی نمیخوندیم بیشتر کار میکردیم. آره دوست داشتم همون اول من شیوه آموزشیم کلا اگه مثلا بخوام جسارت بکنم جلوی شما میگم که باید توی آموزش آدم یاد بگیره، وگرنه اینکه از یک کات تا آخرش به نظر من شاید کنم. ما مزاحم شما هستیم توی این برنامه در مورد مستند ایکسونومی، یه مستند خیلی جنجالی. و چی شد رفتیم سراغ این موضوع؟ عرض به خدمتت شود که بخوایم موضوعاً خیلی ما ذهنی درگیرش بودیم. من یادم میاد که مثلا یه چند سالی بود که از زمان دانشجویی اینا ما کار فرهنگی اینا که بودیم، خب یکی از اولین چیزایی که احتمالاً آدم باش برخورد میکنه به جهت ظاهر بودنش اصلا همین لایه پوشش و ایناست. یعنی اولین جایی که آدم میبینه انگار یه اتفاقایی داره میفته، یه تغییراتی داره رخ میده، تو همین حجاب و پوشش و به خصوص مسائل بین دختر پسر این حرفاست. خب تو دانشگاه یکم در واقع دغدغه ذهنی داشتیم، ما دانشگاه هنر درس می‌خوندیم اونجا، بالاخره یه مقدار فضاش رمانتیک‌تر بود. آره بعد این حالا تو ذهنمون بود و خلاصه ببین چیکار کنیم چیکار نکنیم و این ور موضوع تو ذهنمون خیس خورده بود حقیقت. تا اینکه ما دیگه خیلی جدی بنا شد که از وقتی که فهمیدیم می‌خوایم مستندساز بشیم گفتیم آقا یه کار جدی انجام بدیم تو این حوزه، بیا رفتیم سراغ این که آقا ببینیم این مسئله رو چیکارش میشه کرد، اصلا ریشش کجاست و اینا. شروع کردیم به بحث و بررسی و پژوهش این حرفا، دیدیم نه قصه سر دراز داره و فهمیدیم که آقا ما تو مقطعی هستیم که به قول گفتنی یه لا اله الا الله میخوایم. لا الهش اول باید بگیم تا برسیم به الا اللهش. یعنی ما اول بعد انگار توی وضعیتی قرار گرفتیم که باید بگیم آقا مثلا شب تاریک روز روشنه، اینم ریخته به هم، اینو بگیم حالا بعدش ببینیم چه اتفاق پیش میفته. خب حالا با مطالعه مختصری که داشتیم دیدیم رسیدیم به اتفاق انقلاب جنسی و اینا و میشد که دیدیم نه دیگه این یه جوری بود که دیگه این سوال که چطور ایده فیلم به ذهنت رسید غلط بود برای ما. سوال درست این بود که چطور تونستی تا اون موقع نسازی این فیلم رو. آخه من یه نکته دارم، ببین مثلا من دغدغه اجتماعی دارم اما ژانر من نیست، من نمیرم سراغش. خب ژانر ما بود. آره حالا نکتهش همینه دیگه، مثلا شما مدل مستندسازیتون تو حوزه اجتماعی بوده، یعنی شکل گرفته همون اول که اون دغدغه‌هاتون از سطح دغدغه به تولید رسیده، اینجوری بوده؟ آره تقریبا بله. آره برای من خب اینجوری نیست واقعا. یعنی با اونایی که دغدغه اجتماعی دارن بسیار احترام میذارم، اما واقعا من تو این حوزه نه بلد هستم نه وارد میشم. با اینکه در مورد همین موضوع هم که شما گفتیم مثلا به منم پیشنهاد کار شده بود، من قبول نکردم. گفتم آقا من بلد نیستم، خیلی کار خوبی وارد نمیشم روی این خیلی کار موضوع. خوبی کردن. پس خیلی راحت وارد میشن، هر چیزی از هر جایی بار بخوره وارد میشن. نه خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم بدونه برای چه کاری خلق شده یا خودشو کجا میخواد خرج کنه. یعنی آقای آقایی خودشو یک مستندساز ژانر اجتماعی میدیده همیشه؟ من نمیخوام، من همچین تفکیک قائل نیستم. من نگاه میکنم به این که ببینم حوزه اثرگذاریم کجاست. یه جایی تو علاقت فضولشی، کرمشو داری، نمیدونم یه سابقه مطالعاتی داری، به هر دلیلی مثلا یهو از آسمون در یک عصر خاصی نازل شدی، اینا مجموعه ای از ویژگی‌ها رو به تو در واقع ملصق میکنه. ملصق غلط؟ الصاق. ملصق
من خواستم اونطوری زیر با کلاسرش کنم بالا. آره به تو بالاخره الساق میکنه یه ذره ویژگی هایی رو. این ویژگی ها من اینطوری نگاهش کنم، یه بخشیش میشه مأموریت تو، یعنی تویی که در سال مثلا 1300 فلان در ایران شیعی جمهوری اسلامی پسا انقلاب اسلامی به دنیا آمده ای، بای دیفالت یه عالمه مأموریت رو نصبه. خب حالا به تدریج که بزرگ میشی میای جلو، یه سری مأموریت ها از عهده شما خارج میشه، یه سری پررنگ میشه، جدی‌تر میشه. خوشا بر احوال اون که زودتر مأموریتاشو بشناسه و بچسبه بهشون سفت و اونو بگیره تا تبر جلو. مثلا یه کاری هستیم، حالا تولیدی میخوایم داشته باشیم. اخیراً داشتم شرح زندگانی دکتر بهاروند رو میخوندم، بحث سلولای بنیاد اینا. یکی از چیزایی که خیلی بهش حسودیم شد این بود که این آدم از دوران دبیرستانش تا الانی که این همه افتخارات و پیشرفت علمی اینا رقم زده، یک لحظه هم سر اون چیزی که می‌خواسته تردید نکرده و این شاخه اون شاخه نزده. قشنگ پیدا کردم. مثلا سر کنکور که رسیدم من میدونستم فقط این رشته رو میخوام، زیست شناسی فلان، و از اون لحظه تا الان همین بوده. ولی ماها خب خیلی بالا پایین میشیم. یه روز میگیم خب بریم تو حوزه اجتماعی کار کنیم، مثلا شما میگی اجتماعی، نه مثلا من دغدغه جهان اسلام خیلی دارم، دغدغه‌های اقتصادی دارم، دغدغه‌های اقتصادی که به خصوص از جنسی که تأثیر رو فرهنگ میذاره خیلی دارم. مثلا من رفتم حالا یک اکونومی ساختیم، بعدش رفتیم سراغ حوزه مسکن. من الان به جهت دغدغه‌ام از جنس فرهنگ احساس کردم که حالا مأموریتی اونور رفتی یه تبیینکی کردی، حالا یا خوب یا بد، بیا یه کاری بکن که اون مسیری که به طور طبیعی داره خلق مشکل میکنه اون یه ذره اصلاح بشه. برای همین رفتیم بریم تو حوزه مسکن، یه 2 سال و نیم ما اونجا وقت گذاشتیم. حالا هی حرف تو حرف شد. خلاصه اینکه آقا من اینطوری تفکیک قائل نیستم که اصلا من حوزه اجتماعی خاص، نه، من میگم اون چیزی که اگر بخوام خیلی کلان که همه اینا خودش جا بده دغدغش دارم، دغدغه تمدن داریم ما، دغدغه کلانی که همه ساحت‌های مختلف خودش جا میده و از سبک زندگی، تفکر، تکنولوژی، نمیدونم فرهنگ، اینا رو شامل میشه. ولی در نهایت نقطه کلیدی در واقع تکیه‌گاهش اینه که آقا ما به یه تمدنی باید برسیم که اون تمدنه و اون نگاه تمدنیه همه چیزو سر و سامون بده، درست کنه و آدما خیلی راحت بتونن خودشونو با تطبیق اون نگاه تمدنی جاشونو پیدا کنن تو عالم. ایکسونومی یعنی چی؟ ایکسونومی ترکیب دو بخش دیگه، ایکس و سونامی، کلمه که خودمون جعل کردیم به پیشنهاد دوست خوبم آقای دکتر لاور. ما حقیقتش اولش هم بنا نبود ایکسونومی باشه، اسم فیلم خیلی روشن انقلاب جنسی بود. از سال 94 که ما پروژه رو شروع کردیم همین هستیم که آره ما سال 94 کار شروع کردیم با اسم پروژه انقلاب جنسی، هم تو مجموعه خلاصه همه میشناختن و یه بار هم صحبتش بود و اینا. بعد دیگه سال 97 فکر میکنم بود که اون موقع فکر کنم تا یه رافکاتی هم داشتیم از کار، رافکاتش از 3 ساعت و خورده ای بود. آره بعد که یه بزرگوار دیگه بچهای مستندساز اومد یه مستندی ساخت تو همین مضامین و اسمش گذاشت انقلاب جنسی و اینا، و حتی اتفاقا بهش پیشنهاد هم دادیم که آقا ما این خیلی وقت داریم روی این کار میکنیم و اینجوری و اونجوری و اسم کارمون هم اینه و اگه میشه شما نذارین و بذار ما اینو بذاریم و اینا. گفت خلاصه اظهار شرمندگی هم فکر نمی‌کنم کرد، حالا اسم گذاشت و هیچی، گفت همینی که هستی حالا دیگه خیر. و خب اومدیم بعد ما گذاشتیم ایکسونومی هم تو فیلم هم مشخصه، انتهای فیلم هم در واقع روشن میکنه قصه که یک سونامی از ایکس به مثابه یک در واقع امر جنسی خارج از کنترل. این ایده این که یک پورن استار بشه راویتون از کجا شکل گرفت؟ ببین ما تو مجموعه سفیر فیلم از شاید همون اولین کارا یک روحیه‌ای تو مجموعه خیلی پررنگ و جدی و
به درستی وجود داشت که من احساس میکنم که این خیلی گم شده بزرگی است در بین مستندسازا، به خصوص مستندسازایی که مستندسازای اجتماعی هستند، مستندسازای مسئله محورن، مستندسازایی که تلخی و شیرینی زندگی و ابزار کاسبی و جایزه و جشنواره و اینا نمی‌کنن، دنبال حل مسئله. اونم این که آقا خیلی به این که کار چطور دیده بشه فکر میشد و بعد از اینکه فیلم در واقع آماده میشد سر اینکه به حد اعلای خودش به مخاطب رسیده بشه واقعا استخون میترکوندن بچه‌ها. استخون ترکوندن مال این فضا نیست، البته میرن استراحت میکنن، این استخونو میترکوندن و خیلی یعنی واقعا و زبان زدم بود مجموع. ما خیلی دغدغه دیده شدن کار، پسا تولید خیلی برامون مهم بود، صرف ساخت نبود. ما مثلا کیا بودیم؟ سفیریون کیا بودن؟ یه سری بچه‌هایی بودن که عمدهشون، آره من واقعا قائلم به این، یه آدمایی بودن که عمدهشون اول کار، من نخاله‌شون بودم، من هنری بودم ولی اونا همشون آدمای فنی مهندسی بودن. بیسشون هم اساس اصلیشون هم توی دانشگاه شریف و اینا بود، عمده شریفی هم بودن، مهندسی شیمی، صنایع، مکانیک آدم خیلی زیاد داشتیم. اینا اومده بودن شروع کردن در واقع کار مستندسازی و اینا، که خب الان هم خیلیشون مدیرای هنری مملکتن. میخوایم مدیرشیم بیایم سفیر. شما اگه میخوای چیز کنی اول باید یه لیسانس مکانیک بگیر بعد بیا. آها نه ندارم. این بعد مثلا عکس توی افتاتیک بعد پاس کنی و اینا داستان داره. عکس تو آسانسوره بگیری مدیر میشی. حتی تا یه مدت جواب بالای کابینش چرا؟ توش نه. خب باش. پس یه چای بخوریم شاید یه جا آره ما که مثال نقد البته ما به جای نرسیم. راست میگی. من مدرک مهندسی داشتم نه شاید یه مدیری شده بودم. خیر حیف شد تاسو. عرض به خدمت که خب ولی بچه‌ها چی بود؟ من میگم آقا ما مثلا اومدیم یزدان تفنگ نداره، مملکت رسانه انقلابی گویا ندارد، یزدان ما تفنگ رسانه ندارد و ما بیایم این فضا ما میخوایم مسئله حل کنیم. میومد تو اقتصاد مسئله بود، این که من یه فرم خوب طراحی کنم اینا فرع قصه بود براشون. و خب البته همه میدونن که وقتی اسم فیلمو میاری این فرع باید بشه اصل، یعنی در تأمین جذابیت و سرگرمی باید صد تو بذاری، در خلال این حالا بتونی محتوات رو هم ببری جلو. اونو نیاری اینم زمین بود. این نگاه بود، این نگاه وجود داشت و خب ما یه همیشه بازخوردی رفت و برگشتی، یه تحلیلایی از اتفاقاتی که پسا انتشار فیلم رخ میده داریم. میفهمیم آقا خودمون در واقع شروع کنیم شبیه سازی کردن سناریوهای انتشار. آقا این کار به درد کجا میخوره؟ کجا خوب دیده میشه؟ چه جوری خوب دیده میشه؟ من اینو ببرم اکران دانشگاهی کنم جوابه، یا ببرم تو اینستاگرام و اینا؟ تلویزیون باید بیاد پخشش بکنه یا لابلا فیلم فلان؟ ما تقریبا به این نتیجه رسیده بودیم که این موضوع و محتوایی که ما داریم برای اون مخاطبی طراحی کرد و برای اون مخاطبی که طراحی کردیم به طور طبیعی و معمولی احتمال اینکه بهش برسه بسیار کم، یا اصلا نمیبینه، یا اگر دید کم که در مورد یکسان تا حدی اتفاق افتاده در همون لحظه چرخه متوقف میشه. به ما مستند نساخته بودیم حزب الله یه حال کنه، مستند نساخته بودیم که خودمون خوشحال باشیم. اگه می‌خواستیم کارو بکنیم میرفتیم یه عالم حدیث هست از عذاب جهنمی، نمیدونم زنا و لواط و بی‌حجابی و هرزگی و فلان و اینا رو سرهم می‌کردیم، اوه سیخ داغ و غیر و چه و فلان و اینا با این جمع می‌کردیم. اما خب تو اکرانا معمولا برای بچه‌هایی که مثلا حوزه بدونن بسیج دانشجویی اینا اکران شد. حالا عرض کنم برامون اکران نشد، اینا بیشتر میومدن. ما دیدیم آقای همچین مشکلی وجود داره، یعنی فیلمیه که داری به کسی که داره از سبک زندگی غربی و آزاد و یه روابط باز و اینا دفاع میکنه یا تایید میکنه یا احساس مطلوبیت نسبت بهش داره، حال اینو میگیره. این فیلم رو ببینه این پنچر میشه دیگه، این ای بابا این چیز شد.
و این آدم عامل انتشار این نخواهد بود. این ور نمیداری فیلم فلانی 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 ببینینو. چرا؟ تو اگه یه فیلم بسازی توش یه آخوندی باشه، عصبانی باشه، بد اخلاق باشه، دست به زن داشته باشه، زنباره باشه، نمیدونم هزار کثافت کاری بکنه، دروغگو باشه، فلان باشه، اینو بسازی بهش نشون بدی حال میکنه میخواد به 100 نفر نشون بده. طیف خاصی البته میگم برای اینکه تقریب به ذهن بشه دارم میگم. آدما اون چیزیه که دوست دارن و منتشر میکنن، نه اون حقیقتی که واقعا هست. در مورد حزب اللهشون هم اینه. یه فیلم درست کنن بگن آقا مثلا فلان سردار سپاه فساد کرده یا فلان جای نمیدونم زیر مجموعه حاکمیت و نمیدونم رهبری و اینا یه جایی خرابکاری کردن، یه چیزی گند زدن، خوشمون نمیاد دیگه، بعد نمیداریم پخشش کنیم اون. ولی خب لازمش دیده بشه. ما به این نتیجه که اون موقع این حرفا تو خودمون میزدیم، بعد دیدیم چه مستندها که در موردش نساختن. همینجا با پیام بازرگانی هر کی نده همین الان این ویدیو رو همین الان متوقف کنه بره سوشال دیلما رو ببینه. مستند معضل اجتماعی که خالقان فیسبوک و گوگل و اینستاگرام و اینا خودشون توضیح میدن که ما چه جنگ افزاری ساختیم که فکر می‌کردیم داریم شادی به مردم تزریق می‌کنیم، ولی دیدیم که مردم رو داریم به شدت دو قطبی می‌کنیم. یعنی همه آدما هی دور خودشون رو با مثل خودشون پر می‌کنن و فکر می‌کنن حق مطلقاً. و ما میدونستیم اون اتفاق، اون موقع میدونستیم، سال 94 95 میدونستیم که این اتفاق میفته. یعنی آدما ذهنشون رو با محتوایی پر میکنن که از همپیالگی خودشون فکر میکنن آره همه جای دنیا دختر پسر از بچگی میرن مدرسه، هیچ عقده‌ای نیست، هیچ کار نداره، هیچ کس هیز نیست، فقط ایران هیزن، حجاب بده، نمیدونم فلانه، ما باید آزاد باشیم، اینا هی هم این چیزا تو خودشون میچرخه، هی هم تایید میکنه و فکر کنن کل جهان همینه. این تصور اینو باید عوض کنه. واقعیت جهان در واقع مطلوب تو رو باید واقعا نشون بده. اما وقتی میبینیش بدت میاد، ناراحت میشی، میریزی به هم. این باعث نمیشه که اینو ورداری به دیگری هم بدی، تو هم بیا ببین مثل من حالت بد بشه. پس چیکار باید میکردیم؟ ما نیاز به یک انفجار رسانه‌ای داشتیم. ما به یک کاری بکنم، چون این مسئله اون ور باید دیده بشه، اون تفکر باید تغییر کنه. اینا که حالا چه مذهبی و حزب الله و فلان اصلا که اصلا این از یه طرف دیگه به لحاظ فرمی و محتوایی و سناریویی هم کاملا این همراهی میکرد که ما اینطور میدیدیم اتفاقات انقلاب جنسی امریکا، هم خود امریکا به مثابه یک شخص اگر در نظرش بگیری، یه آدم که یه زیست و زندگی داره، به شدت میشه به پرنستار تشبیهش کرد. چرا؟ یه آدمیه که از دور به نظر میرسه که بسیار خوشحاله، در نهایت لذت، همه جور ولنگاری هم میکنه، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته و همه میخوان مثل اون شهرت و موفقیت و ثروت و اینا داشته باشن و بقیه چیزایی که مانعه یه سری خرافات دست و پاگیره. یه همچین تصوری حالا با شدت و ضعفش طبیعتاً این به این معنی نیست که ما داریم میگه آقا همه مردم آمریکا یک مشتی فاحشه ی هرزه، نه قطعا اینطوری نیست. هم خود فرهنگ سرمایه‌داری امریکایی یه همچین چیزیه دیگه، نهایت لذت رو ببر، هیچ اتفاقی هم برات نمیفته، هیچ قواعد شرعی و اخلاقی و نمیدونم سنتی هم لازم نیست رعایت کنی، عقلت کار کنه، پول در بیار، حال کن. این چیزی که تو راننده تاکسی ایوارو تو تاکسی راننده تاکسی نه، تو تاکسی ها زیاد میشن، صنف راننده تاکسی ناراحت میشه واقعا، هم توشون مثلا آدم فرهیخته و دوستای زیاد میده. این تصور غلطو می‌خواستیم بریزیم به هم. این نیاز داشت که تو صدا شنیده بشه، جلب بشه، یه انفجاری. کجا داری حرف میزنی؟ جایی که یک عالم سر و صدا وجود داره، هم سر و صدای عمومی وجود داره، هم تو حوزه‌های مربوط به همین سبک زندگی و حجاب و پوشش و اینا یک عالم حرف زده شده. و ما یه تجربه دیگه هم اتفاق افتاده بود. جواد رئیسی رفته بود مستند ساخته به نام بازگشت گمورا، تقریبا به لحاظ کلان فیلمنامه‌ای همین یک سونامی بود. شما شنیده بودی اسمشو؟ بله، ندیده بودم. اسمش شنیده بودی؟
خیلی ها، حالا شما بالاخره چه انقلابی تو جمع مستندسازان هستی، همکاریم، همسنفیم، اسمش خیلی اصلا اسمش هم نشید. ما اون یه مزید شد که آقا درس عبرتی، تو فیلم رو بسازی اونطوری بسازی هیچکی نمیبینه و کلا مسئلت زمین میمونه. این بود که آقا گفتیم بریم سراغ یه همچین کاری. ولی خب چالش خیلی داشتیم تا برسیم. یکی از اولین چالش رو خودمون مسئله اخلاقیش بود. آقا تو میخوای بری یه فیلم بسازی راجع به اهمیت اخلاق، بعد میخوای راویشو بکنی فلان، بعد یارو اولین کاری که میکنه میره سرچ میکنه فلان، بعد اتفاق دیگه میاد نمونه کارا رو میبینه، مثلا داستان میشه. چه وضعیه؟ اینطوری درسته یا نه؟ تا اینکه رسیدم به مثلا نمیشه سرچ بکنم. چی باید سرچ بکنم؟ مثلا خودم بخوام چیز کنم میگه آقا با دستمال کثیف نمیشه جای تمیز کرد. تا اینکه من یک گروهایی رو پیدا کردم، مثلا تو سرچام دیده بودم مثلا یه سری گروهای اخلاق گرایی توی امریکا وجود دارن که اینا خیلی در حوزه‌های مختلف از همین دغدغه‌های فرهنگی ما دارن، خانواده، مذهب، دین، حتی بعضیشون نه لزوما حتی مذهبی هم نیستن، دغدغه‌های خانوادگی دارن، فعالیت میکنن. یه گروهی پیدا کردم تو که اینا ضد صنعت پورن کار میکردن و صنعت پورن رو نه به مثابه یک گناه کبیره و اینا از نگاه‌های مذهبی و نمیدونم یهودی و اونجلیستی و اینا که تو آمریکا خیلی پررنگه، بلکه مثابه یک ماده مخدر بسیار مخرب در رفتار انسان، یک اعتیاد بسیار سنگین، یک سم مطلق برای ذهن و روان انسان باش مبارزه میکنه. یعنی از این جنس گروه ها به چند تاشون ایمیل دادم آقا شما مثلا یکی از کاری که میکردن همین بود که میرفتن با کسایی که بازیگرایی که تو صنعت در واقع فحشا اینا بودن و از این صنعت اومده بودن بیرون یا پشت پرده این صنعت رو میریختن بیرون که نگاه نکنین وای مثلا چقدر تحویلشون میگیرن، چقدر پول دارن. نه اصلا این خبرا نیست، چه زجر و جنایت ها که اتفاق نمیفته، چه بردهداری مطلق، چه صنعت فوق 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 کثیفیه و بسیار بسیار اتفاقات بدی پشتش میفته، از قتل و غارت و همه چی، هر کثافت مواد فلان قاچاق همه چی توش هست. و اینا شروع می‌کردن مثلا صحبت کردن فلان. اینا گفتن خب اینا حتما میشناسن. گفتم آقا من دنبال یه همچین آدمی میگردم، یه آدمی میخوام که قبلا خلاصه تو این داستان بوده باشه، اما قیدی که برام مهم بود این بود که این جدید و متأخر نباشه. حالا اونا نداشتن همچی کیسی، ولی من به طور تصادفی یه روز فکر میکنم تو یوتیوب بود کجا داشتم میچرخیدم با همین کلیدواژه داشتم سرچ میکردم، رسیدم به یک تیزری از مستندی که همین راوی ما میشل مارن از خودش و زندگی خودش یه مستندی با کمک کارگران آمریکایی ساخته بود. اون تیزر رو من توی یوتیوب دیدم و بعد خیلی راحت تو توییتر اکانتش رو پیدا کردم، بهش ایمیل زدم و گفتم من خودم مستند رو ببینم. مستند برام فرستاد. مستند نبود تو اینترنت؟ نه فقط تیزرش بود. مستند زندگی خودش بود. مستند رو دیدم. مستندی بود که خودش از زندگی خودش ساخته، اتوبیوگرافی بود. یعنی خودش هم سفارش داده بود؟ نه سفارشش رو نمیدونم، فکر نمی کنم، ولی یه عالم از تصویربرداریش خودش انجام داد، تنها از خودش. آره ولی اومده تکمیل کرد. آره ولی تصویربردار و کارگردان اینا هم داشت و شاید بد نباشه، نمیدونم اجازه دارم یا نه. خود اون فیلم هم خیلی فیلمه خوبی و قابل استفاده ای. بعد دیدم این میشل چقدر به درد کار ما میخوره. زندگیش و فراز و فروداش کاملا مطابق با بعضی از فراز و فرود اوج تاریخ انقلاب جنسی آمریکا بود، به طور کلی هم خیلی شبیه بود و از همه مهمتر این بود که کسی بود که در زمانی که مال نگاتیو و این داستانا بود تو این صنعت بود و هیچی ازش تو اینترنت نبود. متأخر از قول نمونه کاراش هیچی نبود، سالم بود. یعنی مثلا اگه مثلا یکم اینو سرچ بکنه به چیزی نمیرسه، به ضد خودش تبدیل نمیشه. آره. حتی با اینکه ما حالا نمیگم از کی، از یه استاد اخلاقی رفتیم پرسیدیم آقا یه همچین کاری می‌خوایم بکنیم، این درسته غلطه چه جوریه؟ اینا میگم با خیلی چک کردیم و توضیح هم دادیم که چرا می‌خوایم این کارو بکنیم و اینا. اون گفت که اصلا از این جدیدیام استفاده کنید گیری نداره. گفتم آقا میره سرچ میکنه، فکر می‌کنم اون گناه خودشه، گردن اون نباید بره سرچ کنه، خودش میدونه اگه بره سرچ کنه گناه دیگه حتما چیز میشه.
ولی خب ما باز یه لایه دیگه هم احتیاط کردیم، گفتیم که نه بذار اینطوری قضیه رو چیز نکنیم، چون شوخی بردار نیست. من یه مستند میسازم یا یه جنجالی میکنه نمیکنه، به به چه بکنن نکنن، 4 دیگه مایم و نکیر و منکر و پل صراط و قیف و غیر و قبر و فلان و اینا. اون موقع که یه خطیش رسیده بودین که یه پورنستار بشه راویتون، تا اینکه گیر بیارین این خانم میشل، درسته؟ بله. تا گیرش بیارین به این فکر نکردین یه بازیگر بذارین؟ نه خب گفتیم تا اصل جنس هست آدم چرا بره سراغ زود رسیدیم به نتیجه پس. آره یعنی خب بهش ایمیل زدیم و همکاری کرد و اوکی بود و نه بنده خدا آدم تنها از همه جا رونده مونده، هیچ کم تبریش نمیشه که باش کار به کارش نداشت و خیلی خوب استقبال کرد و کلی هم وقت گذروندیم با هم، رفتیم اومدیم، چقدر سر فیلمنامه با هم وقت گذاشتیم. کجا رفتیم اومدیم؟ رفتیم اومدیم، رفت اومده ایمیلی و نه رفت برگشتای چی میگن صحبت و ایمیل و تلفن. چقدر مثلا 1 سال 2 سال؟ آره 1 سال 2 سال شد. بعد ما داشتیم آماده میشدیم، بنا نبود این کار 4 سال طول بکشه. ما داشتیم آماده میشدیم سال 96 برای ضبط که این بنده خدا یه اتفاقی براش افتاد، یه جا سر خورد زمین، خورده بود زمین و پیرزن تنها با واکر هم راه میرفت، ما نمیدونستیم. و این کلا دیگه آغاز انواع و اقسام مشکلات درد و مرضای جسمی و سردرد و تومور و فلان و فیزیوتراپی و برو اصلا دیگه هی ما رو مینداخت عقب. آخرش هم میگم این آدم خیلی تطبیق داشت با قصه فیلم ما، این بود آخرش هم یه ایمیل به من زد مفصل، یعنی پیدا بود با اشکا هم نوشته بود، خیلی هم طولانی، که بعد از 2-3 ساعت چون ما کلی با هم تمرین کردیم، فیلماشو برام میفرستاد، ضبطاشو میفرستاد، نمیدونم اکسسوار خریده بودیم، لوازم صحنه کلاگیست، نمیدونم چقدر زمان برد همه اینا، چقدر وایسادیم، چقدر که این فیزیوتراپیاشو بره، تمام این اوضاع. آخرش ایمیل من زد که فلانی من از این میترسم که بیام سر صحنه بهم فشار بیاد و هیچ کسو ندارم، احدی رو من ندارم که کارمو بکنه و بیفتم تو خونه و بدون که کسی بفهمه از فلج از گشنگی بمیرم، یه چیزی توی این مایه ها. و با تمام این که کلی وقت گذاشته بود و چیز کرده، گفت آقا من دیگه نمیام و دیگه هم ایمیل و تلفن هیچی هم جواب نداد. یه ذره شک داریم به این که حالا مثلا بالاخره ما بعد از بس مکالمه و ایمیل و رد و بدل داشتیم، مثلا FBI CIA اینا جای قبرستونی بالاخره از این امنیتی اونها حساس شده باشن که یعنی که از ایران به تو دادن زنگ میزنن ارتباط میگیرن، اینا شاید اونام ترسونده باشنش. و اینا مجموعاً یهو کی وقتی که ما 2-3 مرتبه فیلمنامه رو با هم بازبینی کرده بودیم، با زندگی خودش تطبیق داده بودیم، عقب جلو کرده بودیم، زندگی خودش رو ممزوج کرده بودیم تو قصه فیلمنامه، گفت من نیستم. و دیگه واقعا وقت نبود، 3-4 سال گذشته بود، 2-3 سال گذشته بود، 10 بار مثلا میگم 6 بار ما فیلمنامه رو بازنویسی کردیم، 6 بار ما فیلمنامه رو بازنویسی کردیم. بعد ما اول رفتیم فارسی پژوهش کردیم، پژوهشنامه شد، پژوهشنامه رو کردیمش متن نریشن و فیلمنامه و فلان، فیلمنامه رو ترجمه انگلیسی کردیم فرستادیم برای اون، با هم نشستیم جلسه کرکسیون مقاله این معمارا گذاشتیم، با هم چک کردیم. مثلا خیلی جالب، مثلا میگم یه دیالوگ، مثلا یه نریشن، یه متن، یه جمله نوشته بودم که مثلا در اون سال تمام جاو مثلا فلان شده بود و بهمان شده و این اتفاق افتاده بود. گفت نه اینطوری نبود که، بعضی جاها بود، اینجا مثلا تو شهرهای بزرگ مثلا فلان خبر بود. خیلی وسواس داشت که حتما همه چیز مطابق با واقعیت و مصنفانه و اینا باشه و اصلاح می‌کردیم با هم دیگه. اتفاقات زندگی شخصی خودش هم بود بهش اضافه شد و خلاصه شد یه فیلمنامه‌ای و گفتیم اوکی بریم ضبط. و بعدش این دوباره وقتی منصرف شد دوباره اینو ورزشی ما ترجمه کردیم به فارسی و یعنی 3 بار رفتم، خیلی بالا پایین شد. و در نهایت دوباره ما یه نسخه انگلیسی یک سونامی زدیم، اون فارسی رو دوباره ترجمه کردیم به انگلیسی. و
این ماجرای فیلمنامه و قصه ما اگه این توضیحات رو از آقای نشنویم و ندونیم که قاعدتا هم خب اولش نباید بدونیم، مگه اینکه یه ذره شاخ آکامون تیز بشه و بریم تو اینترنت یه سرچی بکنیم و یه چند تا برنامه از آقای ببینیم، میبینیم راوی ما یهویی تو کار گم میشه و نیست. و شما به خاطر این مدل تصمیم نگرفتیم فرم روایتتون رو عوض بکنیم. ناظر به همون شروع از مسئله که گفتم و صادقانه باید بگم آقا این کار فولیه، غلط. آقا تو آره بابا 500%. تو با یکی رفتی صحبت کردی بشه راوی فیلمه نیومده داداش، نیومده کنکله به قول علنی دیگه، کنسل بالاتره، کنکله دیگه نیومد دیگه و بیخیال شد دیگه، صلوات بفرست، یه زوری زدی و نشد و قرآن ایده رو بذار کنار. ولی ما دیدیم که فوش اینو خوردن و افت فرمی فیلم و اینا به این که ما بتونیم یه رسانگی به کار بدیم که تعداد بیشتری کارو ببینن میارزه. گفتیم گوره باش و راوی حفظ کردیم، چوب دو سر طلا شدیم. اینجا که خدمتشون فانوس جشنواره اعمال روش نمیشد به فیلم جایزه بده، حتی کاندیدمون هم نکردن. اون سال 8 تا تو اون بخشی که ما بودیم 8 تا فیلم کاندید شد، ایکسون حتی کاندید هم نشد. آقا زشته، ما اعماریم اینجا، هم شهدا و برم و من اسمت میاد و فلان راوی پرنزاد برو ببینیم بابا، همین که مثلا گفتیم حالا تو هم فیلم تو بده قبول کردیم تو در حسینیه صلوات بفرست. خلاص اینجوری اونورم که میگفتم این که اصلا خالی بسته کو پورنستارش کو، ما اصلا اومدیم خاطرات پورنستار یه چشمکی هم می‌زدم ما اومدیم اونه ببینیم. هیچ از اونجا مونده. ولی خب در نهایت ما به این دل خوش داشتیم که کسایی که فیلمو میدیدن به هر تقدیر میگفتن که آقا نه ناراضی بلند نمیشتن، مثل این لینک اخبار زرد نیست که مثلا نوشته چه میدونم تجاوز گروهی به فلان بازیگر مشهور در میدان امام حسین، بعد میزنی میبینی مثلا یه فیلم سینمایی مثلا میخواد اونجا ضبط بکنه، یکی از لوکیشنش میدون امام حسین. چون اگه دیدی را واقعا میدیدن و خب بیننده راضیه. یعنی تا اونجایی که ما از هر دو طیف بازخورد داشتیم کسی من نمیاد بگه ای فلان شد، این چی بود من نشون دادی، من گول خوردم، من فلان شدم، من بهمان شدم. و خیلی هم تلاش شد، بسیار تلاش شد که فیلم دیده نشه. عجب، من فکر کردم تلاش شد. نه تلاش از این ور نه از اون ور. اون ور یعنی کدوم ور؟ خارج از ایران. آها، من فکر کردم داخل ایران. همزمانی که نمیتونستن از خبرش من حتی یادم یکی از شبکه‌های بی بی سی بود، کجا بود، حتی یه خط خبر رفت، یه خط بی بی سی صفحه 2 اون هفته‌ای که ما رونمایی کردیم رو اختصاص داد به فیلم بدون که دیده باشه. 1.5 ساعت برنامه بود راجع به فیلم. فیلم ندیده بودن، 4 تا کارشناس آوردن بله. فیلم هنوز ندیده بودن. اینقدر براشون یه خطیش انقدر عجیب بود و استقبال عجیبی که به شدت هم خیلی هم چیز کرد. ولی حالا نمیدونم اینا چون تو فانوسه میشه این حرف رو زد، تش انگار یه جای کار میلنگید بالاخره با همه این بالا پایینا که انگار خدا نخواست کار اونطوری که پتانسیلش پیدا کرد دیده بشه. ما 20 آبان رو نمایی کردیم کارو، خبرش بسیار داغ شد، ترکید داخل و خارج. اصلاح طلبا صداشون در اومده بود که بدون مجوز، آره یهو چیز شدن، یا سانسورچی و یا نگران مجوز و اینا شدن. طیف اصلاح طلب که بیشتر سانسور میکنن، یه آدمایی که واقعا میگه آقا تو یه عمری حداقل برای اینه که حافظه تاریخی ندارم، اون که حافظه تاریخی دارم میدونن شما، نه اینکه پونز بکنی، ولی خب تو این فضاها بودید. سانسور چی ترین شما دهه 60 شما جانماز آب میکشیدید، دیوار میکشیدید، دختر پسر جدا میکردید، نمیدونم این حرفا، فیلم‌ها رو توقیف میکردید اینا. حالا روزگار بادش یه بار دیگه وزید، شما دید قدرت یه بار دیگه است، یه بار دیگه رفتید. حالا اونایی که خبر ندارن که خبر ندارن، حداقل به شناسنامه امروز خودتون وفادار بمونید. آفرین. چرا یهو شروع میکنید داد بیداد کردن که چرا یه دونه یه تک اکران تو یه سالن سینما اتفاق افتاده، چرا این مجوز نه، در صورتی که ما حالا
کار چیزیش هم کرده بودیم و شامل اون چیزا فکر نمی‌کنم نمیشد اصلا شامل اکران شد. و اینکه خب تمام فیلم‌های مستند اینطوری اکران میشه تو ایران. تمام کدوم مستند برای اکرانش تا الان رفته مجوز بگیره تو یه دونه جلسه اکران که حالا ما دومیش باشیم؟ ولی خب حالا کار نداریم. تازه خلاف موازین جمهوری اسلامی و قانون و اینا هم که نیست بگم مثلا مشکل امنیتی داره نداره. حالا این از یه بر که آقا این فیلم مجوز نداشته یه جنجال، از یه جنجال اون بازیگر بود و از یه طرف هم محتوا. اینا خیلی فضا رو داغ کرد و به شدت ترند شد تو کار. اینقدری که من یادم میاد ما 20 آبان این بود اتفاق، حالا میگم برکت نکرد اینا 25 آبان دولت محترم آقای روحانی یا ناگهان تصمیم گرفت که بنزین رو بکنه 3 تومن. از 1000 تومن یو کردن 3 تومن و صبح جمعه هم فهمیدم بزرگوار خودش بودش 3 تومن شده و مملکت ترکید. گم شد که میخوام بگم چقدر بالا بود. من یادمه من هشتگای ایکسونومی رو فالو کرده بودم تو اینستاگرام که ببینم ملت چی میگن، کامنتات چیه، نظرات چیه، بازخوردات چیه. بعدم یه سری تصاویر داره میاد، این تصویرا تو مستند نبود، چیه برای چی میزنن اینا؟ بعد یکی دو تاشو باز کردم دیدم مثلا خیابون بستن و شلوغی و فلان و اینا. از این هشتگ اخبار اغتشاشات بود، هشتگ ایکسونومی زده بود که بیاد بالا دیده بشه. هیچ دیگه فوق اما وقت دیگه خودتون میدونید دیگه چی شد دیگه. بعدش 25 آبان اصلا 2 هفته اینترنت کلا قطع. بعد اون ماجراهای عجیب غریب و کشتن خوردن بردن فلان اینا که سر جای خود هیچی تا اون موج نفرت و خشم و اینا بیاد پایین. شما با اووریا کار داشتیم، با اینا که کار نداشتیم. آقا زد حاج قاسمو ترور کرد ترامپ لعنتی و بعدش یه ذره بعدش تا دوباره اومد چیز شد، دوباره اتفاق هواپیما اوکراینی، دوباره یا ابوالفضل خلاصش همون اتفاق کوچولو ترتمیز جمع و جورش با کرونا تموم شد. سال 98 دیگه تش خورد به کرونا، لابلش یه انتخابات مجلس هم بود دیگه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک و تقدیر و قضا و سرنوشت و اجل معلق و همه چی دست به دست هم داد. یه کار کلا دیده نشد و رفت و شاید هم خیریتی توش بود نمیدونم. و خب کار خیلی اونقدر که ظرفیتشو داشت دیده نشد. یه اشتباه مدیریتی شاید هم میشه گفت، شاید هم اشتباه نه، خب بالاخره یه کم رزقی هم از اونور اتفاق افتاد. ما با این که سکوهای بسیار پر مخاطب طلبه فیلم بودن گفتن بیارید با قیمت خوبی هم می‌خواستن فیلمو چیز بکنن، دوستان تصمیم گرفتن که فیلم رو خرج عضوگیری یه سکوی انتشار ویدیویی بکنن، یه ویودی داخلی بکنن که اون مشکلات این سکوهای بزرگ که همه شر رو بری توش هست و واقعا هم به حق نداشته باشه. یه فیلمی که در مورد اخلاق و خانواده و در واقع عقلانیت از همه مهمتر، در خدمت اتفاقا امر جنسی نه در مقابلش. من میگم ایکسونومی مهمترین یکی از مهمترین پروژه‌اش حفاظت از امر جنسیه. ضدش نیست. ما نه ضدش نیست. آره تو اسلام بنا نیست ما بذاریم که میگن شما حفظش کن، این به گندش میکشیم، از بینش میبریم اگر به قاعده ازش استفاده نکنیم. اونم مزید بر علت شد و اونجا خب سکوی خیلی تازه پایی بود دیگه، تازه راه افتاده بود، اونجا هم خوب خیلی دیده نشد و حالا خب در مجموع تخمین اونه که شاید نزدیک 1 میلیون به بالا کارو دیدن. حالا یا کامل بعدی نیست. آره بعد نیست، یا کامل یا بخشای خیلی فیلم سینمایی نصف این هم نداره. بله. نریشن کار ایکسونومی صحبت‌های محسن آقاییه یا واقعیت میشله؟ ترکیب جفتش. میگم ما که با هم چک کردیم. من مثلا خب من گفتم ببین اتفاقات مربوط به تاریخ انقلاب جنسی من روش پژوهش کردم، من میدونم. خب اینا من نیست. اونایی که مال زندگی تو مال زندگی تو دیگه. اونایی که مال زندگیش بود از 2 تا طریق در واقع سر و شکل پیدا کرد. اولش با خوندن خاطرات وبلاگ خودش بود. میشه اون موقع یه وبلاگی داشت در بلاگ اسپات
و یه عالم از خاطرات زندگیشو نوشته بود اونجا. شما انگلیسیتون خوبه؟ در حدی که این کار رو در این حدی ما عربی میگیم هازا مازا اون خوبه. هازا مازا تو چیزی نمیدونم چی. باتیزمون خوبه. خوب که حالا در حد کارآمد واقعا. و این دوتا با هم ترکیب شده و با هم چک کردیم، دونه دونه‌شو با هم چک کردیم و شد این. اون دیتاهایی که مربوط به تاریخ انقلاب جنسی و گذشته و روندها و فراینده و ایناست پژوهش منه. اون که مربوط به زندگی خودش شد نه خودش. میشل یعنی قرار بود اگه ادامه بدین کارو بیاد مثلا این نریشن ها رو تو قالب هم بنا بود نریشن بخونه، هم بنا بود ما ببین الان همین بازیگرم که اومد بنا بود جای میشل همین کارو بکنه دیگه. میشل بنا بود این کاری که این بازیگر کرد بکنه، با این تفاوت که این 20% اتفاق بود. یعنی ما نزدیک شاید 10-15 تا لوکیشن تو نیویورک چیز کرده بودیم، طراحی کرده بودیم که آره ضبط داشته باشیم. از اینا 2-3 تاش اتفاق افتاد و خب هر کدوم توی مقطعی، مثلا در مورد مسئله ایدز، در مورد مسئله LGBT، در مورد مسئله تمام تجاوز، در مورد مسئله حالا میدون تایمز بود، در مورد لوکیشن کتابخانه عمومی نیویورک بود. 5-6 تا 10-15 تا میگم لوکیشن بود که خورده هر کدومش تک پلاتویی داشتیم. بعد اون وقت دیگه خیلی محسوس میشد خاطرات پورن استار یعنی چی. آقا میگفت آقا من اینجا این اتفاق برام افتاد، ولی نه چون حذف شد بازیگرم نیامد الان میگم آقا کدوم خاطرات. از اون مستند استفاده نکردید آقا؟ نه خب اون چرا؟ اولا که خب اجازهشو نداشتیم به تعبیر، دوم که خیلی فضیلت که چیز نداره. الان میگه من دوست دارم اون مستند رو ببینم، مردم ببینم، ولی باز میگم نمیدونم اجازهشو دارم یا نه، چون مال من نیست، اونم به امانت به من داد، گفت ببین خودت ببین. الانم فکر نمی‌کنم تو اینترنت باشه. مثلا اون موقع یادم میاد رو ویمیو رو با پسورد داشت. آره دانلود کرده دیگه داری چون من دارم. آره برای من حلاله. اکل میت است. من یه حسی دارم از ترکیب آقایی و آقای برونی توی پرزیدنت آکتور سینما که برای صحبت در مورد یک موضوع میان مقایسه میکنن. یعنی حس میکنم من دارم پرزیدنت آکتور سینمای 2 رو میبینم که موضوعش انقلاب جنسیه، داره باز مقایسه میکنه. خیلی سوال بامزه و خوبی پرسیدی. واقعیتش اینه که شما دارید ایکسونومی 2 رو میبینید که قبل از ایکسونومی ساخته شد. من سال 94 با هم شروع کردیم با مامان رضا پروژه ایکسونومی رو و اونجا با همدیگه به این نتیجه رسیدیم که آقا راه نرم شده، میگم مسئله برام چون مسئله محور و مخاطب محور بود برامون، این خیلی نکته مهمه. یا راه نرم شدن مخاطب و اقناعش یکیش اینه که ببین عزیزم اون چیزایی که دغدغه توئه و آن چیزی که تو نسبت بهش آگاهی و مطالبه داری من میدانم، میفهممش، میدونم تو از چی داری حرف میزنی. خب اینا رو بشنو، با آن همراه شو. عملا ایکسونومی اینطوریه دیگه. شما نیمه اول ایکسونومی رو بذاری یک فیلم کاملا ضد سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی. اینا والیبال رو سانسور میکنن، مرد باید بیاد آموزش شیردهی بده مثلا. واقعا کاریکاتور، واقعا خنده داره، واقعا میشه در موردش حرف زد. چرا باید یه مرد با سیبیل بیاد آموزش شیردهی بده؟ یا مثلا مجبوری مگه لباس چیز نشون بدید، مثلا با لباس شنا نمیتونی نشون بدید، بعد برید با مثلا مقنعه و با مانتو رفته تو آب باوندشون نده. مثلا چه کاره واقعا. یه چیزا واقعا یه موقعیتای طنزی واقعا خلق میکنه و اینا تمسخر میکنن. آقا من میدونم، من میفهمم تو چی میگی، فکر نکن فقط به ذهن تو رسیده این حرفا. باشه اوکی، خب اوکی، من از موقعیت اجتماعی فرهنگی تو آگاهم. بیا یه 2 قدمم از این جلوتر با هم بریم. تا اینجاش من با تو میام، تو اینجاش با هم بیا. ما به همچین ساختاری رسیدیم، گفتیم آقا شد تو دانسته ها و پیش‌فرض های مخاطب تایید کن و بهش صحه بذار و از اون نقطه او رو حرکت بده به سمت جلو. این خیلی اقناع ایجاد میکنه. بر این اساس ما داشتیم فیلم ایکسونومی نوشتیم. وسط ساخت ایکسونومی بودیم که ما پرزیدنت آکتور سینما رو مجبور شدیم مناسبتی فصلی چون نزدیک انتخابات بودیم بسازیم.
و گفتیم آقا محمد رضا بیا یه تست گرم روش بزنیم، بیا این مدل فیلمنامه‌ای که تو ایکسونومی می‌خوایم انجام بدیم بیا تو پرزیدنت ببینیم جواب میده یا نه. من حسم غلط نبود. نه حست کاملا درسته، فقط تقدم تأخرش این شکلی بود که بیا اول هم قرایی که تو ایران هست آقای ما مثلا بعد تو صف وایسیم، آقای پراید فقط باید سوار شیم، آقای اقتصادمون ضعیفه، آقای فلانیم، آقای بهمان، همه حرفا که در مورد چیز هست، همون تصورات که راجع مذاکرات و آمریکا و باغ سبز و فلان اینا رو بگیم، یکم اینوار مسخره بکنیم که در طرف صبح تا شب داره این چیزا میبینه مسخره میکنه خوشش میاد. خوب که خوشش اومد، خوب که همراه شد، خوب که فهمید آقا ما میفهمیم تو چی میگی، حالا ادامه قصه رو اون وقت میشنوه. احساس نمیکنه یکی تو روش وایساده میخواد از هم اولش بگه احمق، جاهل، قبض زده، فلان فلان فلان. و نکته بامزه‌اش اینه که تو پرزیدنت خیلی بهتر از ایکسونومی جواب داد. چون حقیقتش فکر کنم یکی از دلایلش اینه که اونجا خب ساختار روایت شسته رفته تر، فیلم به لحاظ فرمی خیلی پرزیدنت نظرم درست‌تر از ایکسونومیه. من با اینکه خب ایکسونومی بچمه میگم ما پرزیدنت بچه داداشم بچه داداشمون بهتر از خودمون. یه الگوی تدوین نمی‌رسیدم. اونجا خیلی خوب جواب داد. یکی از دلایلش من احساس می‌کنم اینه که مردم در مسئله مذاکرات اینقدری که تو مسئله پوشش، حجاب و سبک زندگی گارد و لجاجت دارن اونجا نداشتن. خب زندگیمون خوب باشه، میگی نمیشه، یه تجربه تاریخی هم داری نشون میدی. از آقا شما تصمیم گرفته بودین که مردم خودشون نتیجه رو بگیرن و شما نتیجه رو ندید. درست من چه دردش دارم کنم. اصرار نداشتیم که پایان باز باشیم، همه چیز به قضاوت خواننده و بیننده و فلان و اصلا تا جایی که میتونیم هیچ سوگیری نداشته باشیم دائم تلاش کنیم. نمیشه، امکان نداره تو سوگیری نداشته باشی. نه تصمیمتون این بود که نباشه تو کار دیگه، یعنی گل درشت نگید. تا جایی که بشه اینه دیگه خود که اگه الان با ذهنیت که الان دارم بخوام برگردم و ایکسونومی رو بسازم، حالا پرزیدنت نه ایکسونومی بخوام بسازم، باز کمترش میکنم. احساس کنم هنوز ایکسونومی یه حدی انگار لحنش یه مقدار کلمه عصبانی، کلمه هیجانیه. ایکسونومی با هیجان داره تعریف میکنه اینو و مخاطب باهوش میفهمه. من یک دو بار دیدم اینو. مخاطب مثلا اومده بهم بگه ببین فیلم تو دیدم، پژوهشش خوب، مثلا تدوینش خوب، روایتش خوب، فلانش خوب، ولی اصرار داری میکنی. این اصرار من یه ذره اذیت میکنه. این قوانینی که توی جمهوری اسلامی وضع شده و وجود داده، حالا نوشته یا نانوشتهش معروف، این باعث شده این مسیر حالا اسمشو نمیدونم تحولات جنسی رخ بده، تسریع بشه یا نه؟ به نظرش هم تقاضا قویه. سوال مهم و همزمان پیچیده‌ایه و جوابش هم خیلی سرراست نیست، ولی اینقدر که من از تاریخ مطالعه کرده خودم میفهمم اینه که اتفاقا اگر بخوایم آمریکا رو به عنوان آیین عبرت بیایم تعمیم بدیم اینجا، اتفاقا اینطوری نیست. خیلی بعد فیلم همین رو میگفتن، از این آدمی که میگم لجاجت زیاده، این همه تو دیدی آقا این اتفاق ته نداره. این سونامی جنسی وقتی میاد اینقدر در واقع نرم و دلپذیر خودشو بسته بندی میکنه که مقاومت جلوش خیلی کم اتفاق میفته و نمیفته. خب این قدری که حضرت یوسف تو قرآن میگه لولا ان رأى برهان ربه، اونم دامن از دست میداد. یوسف پیامبری که رویای صادقه میبینه و بچه پیغمبر و چنین و چنان، تو این در مواجهه با این مسئله یه چیزی خدا بهش نشون داد که از اون فضا نجات پیدا کرد. این مسئله ای نیست که تو بتونی به راحتی جلوش مقاومت صرفاً فرهنگی داشته باشی. خب و اینا باز اصرار داشتن که نه، دلیلی که مثلا این باعث شده که در ایران به مثلا وضع بد بشه و اینا مثل آمریکاست. آمریکا هم اجبار کردن و گشت گذاشتن و چنین و چنان کردن رسید به اینجا، پس تو هم اگه بذاری میرسه به اینجا. میگن یه افراد بیه تفریط. آره این حرف کاملا حرف غلطیه. به چه جهت؟ یکی این که در ایالات متحده امریکا
اون جریانی که مخالفت کرد با این طور قوانین و این طور محدودیت ها برخلاف ایران و کاملا عکسش، اقلیت علیه اکثریت بود. قوانین از ناحیه حاکمیت به مردم تحمیل نمیشد. این مردم بودن تو آمریکا که میرفتن مشارکت سیاسی میکردن و مطالبه میکردن تا یک سری مواردی که در قانون نبود اضافه بشود به قانون در واقع حاکمیت امریکا که جلوی یک سری از این فساد و فحشاها گرفته بشه. یک مثال بسیار شاهکاری داره که خودش ساعت‌ها میشه در موردش حرف زد و اون مسئله اولین موج جنبش فمینیستی در ایالات متحده است. حالا من انگلستان اینا رو کار ندارم که به در واقع جنبش سافراگت معروفه. اینا کیا بودن؟ یه سری خانومای خونه‌داری بودن. خانم‌های زنایی بودن، زنان امریکایی بودن که پیگیر حق رأی زنان بودن. این در اون مقطع این سال بین اولش مثلا 1910 تا 1920 که این در واقع تصویب شد و وارد قانون اساسی امریکا شد، این دیگه اوج فعالیت اینا بود. نکته خیلی جالب و نکته مهمش اینه، اینا چرا این پویش سراسری شکل دادن، براش جنگیدن، کلی هزینه دادن و در نهایت پیروز شدن؟ اصلا حق رأی می‌خواستن چیکار؟ اینو فمینیست‌ها از قصد قایمش میکنن و نمیگن. سافراگت‌ها یکی از اصلی ترین چیزایی که دست میگرفتن این منور باش جذب شبکه میکردن و آدم جمع میکردن این بود که آقا ما میخوایم حق رأی بگیریم، بریم تو مجلس و اینا، یا از تازه فقط حق رأی بود، تازه نماینده و اینا نبود اون موقع، میخوایم به قوانینی رأی بدهیم که قیودات اخلاقی رو تقویت بکنه و از جمله و از همه مهمتر چیزی که خیلی موردی میگفتن، مشروب رو ممنوع کنیم، مشروبات الکلی رو ممنوع کنیم که این مردای ما خرج زن و بچه رو ور ندن برن الواتی و ولنگاری و تو کافه ها و بعد با فاحشه ها بچرخن و پول رو نابود بکنن و بعدش هم بیان خونه ما رو بگیرن زیر باد کتک. با این مثلا یه زمانی بحث 20 داغ شد، می‌خواستم بگم 20 چیه، میگفتن به بچه آموزش جنسی میدن. 20 این نبود، ولی این چیزی بود که خیلی بهش حس پیدا می‌کرد پدر مادر. اوه بابا بچه می‌خوان آموزش جنسی بدن، این خیلی بده. در صورتی که 20 خیلی فراتر از این حرفا بود. اهداف هزاره است. اینا 20 تا هدف کلان داره. اینم همین اتفاق افتاد در موردش. اینا برخلاف ایران، آن کسی که مطالبه قانون و ممنوعیت و اینا میکرد جنبش‌های مردمی بودن که حالا یه نمایندگان هم تو چیز پیدا میکرد. و کی جلو این وای میساد؟ آیا مثلا ممنوعیت مشروب شد، بگیر ببنده بی حجابی و بد حجابی و نمیدونم در واقع ولنگاری شد، چهارشنبه های چه میدونم آزادی یواشکی و نمیدونم این حرفا بود؟ نه، حتی هرچند که آزادی یواشکی هم جنبش اصیلی نیست، تو ایران هم همینطوره، ولی بالاخره اینقدر تونستن با جادوگری رسانه جنگ ترکیبی و جنگ شناختی یه کاری بکنن که همه متنفر بشن از این. ولی اون موقع کسایی که جلوی این قانون وای میسن فقط سرمایه‌دارا بودن، سرمایه‌داری آمریکایی بودن که می‌خواستن تو فشن، تو سینما، تو چیز دیگه هی ولنگاری و شهوت و فروش و اینا با ابزار سکس هی کاسبی بیشتری بکنن. این قانون جلوش نمیگرفت، اینا شروع میکردن. شما تو کل تاریخ انقلاب جنسی امریکا تا حداقل دهه 60 که دیگه حالا اوج انقلاب جنسی و اون هیپی آمدن و فضا کلا عوض شد، با اونم با تحریک CIA، شاهد یک دونه تظاهرات نیستی که مردم یه جا جمع شده باشن بگن آقا چرا گشت ارشاده، چرا فلانه، چرا بهمانه. یعنی توده مردم از این چیزا حمایت میکرد. البته یه استثنا الان یادم اومد، آدم مردن داره به قول میگن. تو سیدنی من یه دونه تصویر دیدم که یه جمع اعتراضی جمع شده بودن. به چی اعتراض میکردن؟ مردم سیدنی در سواحل اعتراض کرده بودن اینکه قانون چرا تصویب کردید که مردها هم باید با دامن بیان شنا. به این اعتراض شده بود. چرا؟ یا این دیگه زیاده روی دارید میکنید. شما فکر بکنید لباس شنای مردونه یه شورت تا زانو با یه بالاپوش، این دیفالت بوده، همه پذیرفته بودن. قانون جدید گفته بود چی؟ روی این شورت یه دامنطوری هم باید باشه برای مردها، برای مردها، چیزی که تو ایران هم قفله. اینو چرا بهش اعتراض کرده بودن؟
میگن الان ما مثلا آموزش جنسی نداریم برای کودکان ها در رده حالا ابتدایی اینا. این یک ضعفه به نظر شما؟ حتی من خودم قائلم که عدم آموزش در کل ضعفه تو حوزه جنسی، حالا مقطعش حالا متفاوت و با یه عرف غلطی مثلا نگفتن، نشنیدن و آخرم ول کردن فرزند در جامعه، به نظر من خیلی غلطه. حالا می‌خواستم نظرتون چیه؟ ببین اون جریانی که این حرفو میزنه اصالت فرهنگی نداره. اون جریانی که صفر وایساده پای آموزش جنسی در مقطع کودکان منظور؟ در مقطع کودکان، یعنی بزرگسالش که اشکال نداره. در مقطع کودکان و بزرگانش هم همینطور. این جریان بسم الله تعالی هیچ فاقد هر گونه ریشه فرهنگیه. یعنی خودشو چی میبینه؟ خودشو یه انسان مدرنی میبینه که جهانی است که توش معادلات پول، بازار سرمایه است، تکنولوژی، ارتباطات فلان و سلام. خب و نگاهش چیه؟ اینه که یک سری کشور معمولی وجود داره، یه سری کشور غیر معمولی. ما ایران غیر معمولیم. طبیعی و عادی چیه؟ اینه که هر کاری اروپایی و غربی کرد اون کار. اصلا هیچ فهم تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی از خودش نداره. و زیستش هم همینا. زیستش اینه که صبح تا شب داره محصولات رسانه‌ای اوری چیز میکنه، رویاش اونه، کارش اونه، زبانش اونه، نمیدونم فیلمایی که میبینه همونه، موسیقیش همونه، هیچ اتصالی به بدنه تاریخی خودش نداره. این آدم نگاه میکنه میگه خب بچه من میفرستمش مهد کودکایی که با آهنگای میکی موس با دختر بچه‌ها میرقصه، مهد کودکشون اونطوریه، توش انگلیسی و فرانسه یاد میدن، این فیلم‌ها رو میبینن، خودمون تو خونه ماهواره داریم، فیلم‌های صحنه‌دار میبینیم، فلانه، تو سر کارمون هم حجاب نداریم، فلان نداریم، مثل خارجی‌ها خیلی نایس و اروپایی و اینا هستیم و برای ما یه اتفاقاتی میفته و ما بچه‌مون که مثلا لباس مثلا راحت میپوشه میره بیرون، یه سرایدار، یه نمیدونم فلان، یه آدم غریبه بد اخلاقی وجود داره که اون ممکنه مثل همه جای دنیا کار بد بکنه. پس منم مثل همه جای دنیا باید به بچه بیام میگم بچه 4 ساله 5 ساله بیا، جای خصوصیت اینه، این کار کردارو داره، اینجوریه، بچه اینطوری به دنیا میاد، اونجوری میشه، اینجوری میشه، اینطوره، اینه، تا یاد بگیره. و این فهم عقلانیت دیگه، این یعنی دانش به روز بودن، فهیم بودن و حفاظت کردن از بچه. اولین سوال و مهمترین سوال که میشه از حتی همین نگاه پرسید اینه که آموزش جنسی ادعای شما نتیجه های مثبتش کجاست؟ من چون کار کردم میگم کجا بوده که تو رفتی آموزش جنسی به این معنی که خود میدادی و مسئله بدتر نشده بهتر شد؟ کجا از آمار تجاوز، تعرض فلان کم شده؟ اصلا تو سناریو رو در نظر بگیر، میگی یه بزرگتر مریض بی اخلاق و خلاصه تحریک شده ای داره یه بچه رو میخواد آزار بده. این که این بچه بدونه کجاش خصوصی و کجاش خصوصی نیست چه کمکی میکنه بهش؟ غیر از این که تو یه پرونده تو ذهن یه طرف باز کردی، خصوصی مثل کنجکاویش زودتر از زمانش فعال کردی و ممکنه خیلی اتفاقات بدتری بیفته. خودش آمد این سر جای خوب. اما اساس این که آموزش جنسی بدیم یا ندیم به نظرم حداقل یه پیش‌فرض توش باید رعایت کرد. اونم اینه که اون جامعه‌ای نیاز به آموزش جنسی از نوع امریکاییش داره که امریکایی شده باشه، توش اخلاق و فرهنگ و عفت و حیا امریکایی شده باشه. اصلا این آموزش جنسی که تو هی داری حلواش می‌کنی کل دنیا فلان، مال یه محیطیه که توش بچه از سنین مثلا ابتدایی تو محیط مختلطه، پدیده بسیار شایع نوجوانان مادر دارن، یعنی تو آمریکا مجموعه سریال ازش ساختن، میلیونی آمار دختران 15-16 ساله‌ای باردار که اصلا هیچ بچه‌شون هم نگرد میدارن با تمام تاکیدات اسلامی که به جنایت سخت جنین میشه و بچه‌شون به دنیا میارن و باز تنها سینگل مام تینیجر 15-16 ساله 12-13 ساله. تو کلمه تجاوز و
تبدیل کردم به سینگل مام، چون سینگل مام مثبت‌تره. نه این اصلا یه فضای دیگه است. نه سینگل مام که واقعا مادر مجرده، اینا کاری نداره که در اصل چه اتفاقی طرف باردار شد. من خیلیش تو رابطه‌های غیر تجاوزیه، دختر سوسالی ها نه تجاوز نیست. نه حتی تو تجاوز ناشی از بارداری هم داریم در آمریکا، بسیار هم زیاده تو همه سنی و مثلا یکی به هم گفت مسخره می‌کردن آقا شما میگید تجاوز، نه تو آمریکا و اروپا اگه کسی چپ نگاه کنه به یکی این تجاوز به حساب میآید. ولی اون اصلا بله، فقط شما به هم توضیح میشه بده که چه گونه نگاهی است که در اصل نگاهی که تو میگی تجاوز مثلا ان میلیون بارداری اتفاق میفته، چه با نگاهشون باردار میکنن دیگه. آمار خودشون حداقل برو بخون بعد بیا بگو. نه اگه دستش بزنی راضی نباشه، اگه بد نگاه کنی، اگه چشمک بزنی، این تجاوز جنسیه. اونجا باید همین آمارشون درست این قدم باید. نه اصلا نمیدونم خدا وکیلی میگم یه فرهنگیه طرف اینقدر توش زندگی کرده، اینقدر که تو داری از اون فرهنگ دفاع کنی به خدا قسم خودش رو دفاع نمی‌کنی. اینقدر تو سنگین درست میزنی. خب ما یه حوله ببینیم و برگردیم برسیم. خب آقای چند نسخه از ایکسونومی وجود داره؟ اصلا چرا باید این مستند چند نسخه باشه؟ نه نباید داشته باشه. سانسور شده؟ نه ما اصلا چند نسخه هم نداریم. واقعیتش ما یه نسخه داریم، اون نسخه کامل 96 دقیقه است. اون تا مرتب ما یه احساس نیازی کردیم، دیدیم که خیلی در واقع هم ظرفیتش وجود داره، هم مفیده، هم خب از اول هم می‌خواستیم این اتفاق بیفته که بیشتر دیده بشه. دیدیم از ظرفیت کلاس‌ها هم میشه استفاده کرد، محیط‌های آموزشی. حالا دبیرستان در واقع مقطع متوسطه دوم سال آخر، مثلا 10ام 11ام اینا، و همینطور توی دانشگاه‌ها. بعد اینا مدت زمان کلاس اجازه نمیده 1.5 ساعت مستند کامل پخشه، چون بعدش کلی سوال و اینا هم هست. نمیدونی که خب تو چیزام که اصلا محدود ظرف زمان، مثلا نمیدونم چند دقیقه، مثلا 1 ساعت و ربع بیشتر نیست انگار، جا نمیشد. این بود که مجبور شدیم یه سری از در واقع محتوا رو در بیاریم از کار، یه نسخه 1 ساعتی آماده بکنیم از کار، که اخیراً هم یه جایی ما به بنده خدایی داده بودیم کار در واقع چیز می‌کردن، آموزش پژوهش تربیتی اینا می‌کردن تو مدارس، که خیلی بد شده. یکی از رفقا رفته بود آژانس شیشه‌ای رو تو یکی از مدارس اجرا کرد، ولی یاد رفت کی بود. بعد جالب بود، میگفت برای این نسل اینو پخش می‌کنی الان. آره حقو میدم به رضا کیانیان، اصلا حق نمیدم پرستی. میگم یعنی شما بعد شاید جالب باشه که مثلا الان تو این نسل داری بخش میکنیم 5 سال دیگه. حتی من حس میکنم نمیدونم کاش مثلا یه مستندهای مثل پرزیدنت آکتور سینما، مثل ایکسونومی جز مواد درسی بود اصلا. بچه‌ها اینو میدیدن مستند میدن، به جای که بخوان توضیح بدن، تاریخ بخونن، هم سرعت انتقال، هم جذابه، همه کلاس‌ها در همه مقاطع باید یه زنگ مستند داشته باشه. مستند چیه؟ مستند چکیده معمولا به وفورم این با این ویژگی که من میگم وجود داره، چکیده سالها نه ماه‌ها پژوهش عمیقه که در یک روایت جذاب سرگرم کننده داره ارائه میشه. چی از این بهتر میخواد؟ من خودم واقعا خودم بود که یه نفر میومد به من ایکسونومی نشون میداد، من 4 سال وقت نمیذاشتم سرش. چقدر آدمو یه مستند، چون مستنده، ببین قصه نیست، شعر نیست، تخیل نیست، داستانهای نمیدونم خاله زنکی و من درآوردی و تو گل و مواد و نمیدونم حالت خلسه و نمیدونم حتی فهم خوب نیست، ادراکای شخصی. مستنده، تجربه است، تاریخ، دیتا، فکته. حالا حاشیه اصلا من که رفقا هست آقای حجت دارالپناه به ما میگفت که تو هر مناسبتی، مثلا شهادت شهید مطهری، شهید بهشتی، هر مناسبت، شهید آمینی، هرچی میگفت شاید وقت نمی‌داشت کتاب بخونه، اما مستند برده به جای که بگی آقا من نمیتونم یه کتاب اینقدر بخونم، یه مستند یه نکته هم یاد بگیری، یه نکته است دیگه. به خدا هم دانش آموز راضیه، هم معلم راضیه. معلم برای انتقال 1/10 اون محتوا به دانش آموزش باید 10 برابر جون بکنه. آخرش هم نه گوش میده، نه فکر میکنه، حواسش نیست تو بازی شیطان. میشینه فیلمو میبینه، هم
سرگرم میشه، هم استفاده میکنه و ما خیلی تجربه بسیار بسیار مثبتی داشتیم. عجیب. یه سوال که بپرسم، تو این بازخورداتون به نظر خودتون عجیب ترین بازخوردی که داشتیم و برای خودتون جذاب بوده چی بوده تو یک سالمون؟ از کسی که شاید توقع نداشتی یا نه؟ یه داشتم خیلی متنوعا، خیلی حضور ذهن ندارم، ولی مثلا یکی در من گفت آقا واقعا من در مقطعی بودم از زندگیم که در آستانه تغییر گفتمان اساسی بودم. یعنی داشتم میرفتم که کامل برم اونور. یعنی احساس میکنم که آره ما و ایران و آدم مذهبی و چیزی هم نبودا بگی مثلا بچه حزب، نه هیچی نداریم، خیلی وضعمون خراب، همه چی اونوره، همه چی درستش اونجا چقدر خوبه، همه چی بهشت فلانه بهمان اینا. این میگم واقعا خوش کنم، واقعا زندگی منو به قبل و بعدش تقسیم کرد. این بعدش این اصلا من یکی یکی دیگه این که چندین مورد بود، دو تاشو میگم. تو یکی از این اکرانای دانش آموزی اون اتفاق افتاده بود. اکران دانش اتفاق افتاد، بعدش رفتم مسابقه صوتی با بچه‌ها کرده بودن، اون صوت رو برای من فرستادن. من اونجا خیلی مثلا 3-4 سالم شاید از مستند گذشته بود این اتفاق افتاد. اونجا واقعا خستگیم در رفت. چند تا دانشجو صحبت میکردن، همه خیلی مثبت و خوب و اینا، 2 تا حرف توش خیلی به دلم نشست، خیلی آخیش، یعنی همین 2 تا فقط برای من بس. یکی در اومد گفت من از صمیم قلب خدا رو شکر کردم که تو ایران زندگی میکنم. و یکی هم گفت از این که پدر مادر بالا سرمه خیلی خدا رو شکر میکنم. این 2 تا برام خیلی ارزشمند. الان که میگم واقعا بدنم سیخ میشه. دانش آموز چون وقت داشت میگفت با بغض میگفت، با هیجان. دختر نوجوانی بود، صداش قشنگ تو ذهنم هست، قشنگ اکو میشه تو ذهنم. یه حالت دمی که بزنه زیر گیری، من واقعا خدا رو شکر کردم که با پدر مادر دارم. اینجوری گفت. یکی این بود. یکی دیگه هم یه دایرکتی تو اینستاگرام من داده بود، یه مادری بود میگفت من، این خیلی عجیب بود برای خودم، یعنی اینم جزء چیزایی که میشه بهش بالید. حالا شما نمیدونم چی کارش میخواید بکنید، شاید گفتنش اینجا چیز نباشه، ولی گفت به من پیام داده بود که من فیلم تو دیدم، از اون موقع هر روز سر جانمازم دعا میکنم. یعنی چطور میشود خاطرات پرنثار بسازی، دعا کنن، سجاده نماز دعا کنن، میتونی هم بری فیلم در اون خانواده شهید بسازی، همه چیز به لجن میکشی. کار بعدی چیه آقای؟ کاری که در آستانه انتشارش هستیم اونم یک کاری که واقعا به اندازه همین یک سنومی شاید از ما زحمت و وقت و در واقع زمان برد. یک کاریست به نام پیله ابریشم در مورد بچهای ترنس و مفهوم جنسیت. اینم یه عقبه مفصل پژوهشی داره. سال 1400 شروع شد. الانی که من در خدمت شما هستم، همین الان از پای باکس تدوینش بلند شدم یه لحظه بیام و برگردم، هنوز فاینال نشده. البته خب توش اتفاقات 401 و من یه مستند دیگه رفتم ساختم و یه 2-3 سال وسطش هم وقفه افتاده اینا سر جای خودش، ولی خب این پروژه بود که خیلی اینم طول کشید. یه بخشیش واقعا وسواس فکری و فیلمنامه‌ای و پژوهشی و اینا بود، یه بخشش هم نه، خب یه مقداری پروژه اصطلاحاً میگیم باد خورد پشتش. ولی خب اینم باز کاریه که خیلی سرش زمان گذاشته شده. انشالله که یه چیزی نصب کنیم، نیاز کنیم. ما خیلی امید داریم به این که این مسئله مهم در کشور اولا به ابعاد واقعی کس دیده بشه و ختم به یه خیری بشه. حالا انشالله این مستند هم کمکی کنه. با موضوع مستند شما خب چند تا مستند دیگه ساخته میشه. ایکسونامی منظورتونه؟ بله. ایکسونامی. مثل انقلاب جنسی آقای شمعدری. نظرتون چیه در موردش؟ والا من فکر میکنم که 2 تا فیلمی که با 2 تا رویکرد ساخته شده. اگر تو این 2 تا رویکرد درک نکنی، قضاوتات غلطی.
روی کرده فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دیدیم و اهتمام و دور و بر و حواشی و خود متن و فرامتنی که از کار آقای شمقدری ما دیدیم، ما روی کرده بیشتر اقتصادی داره کار، دنبال یه مارکتی، دنبال یه دیده شدن. مسئله رو هم داره بهش میپردازه ولی خود مسئله براش مسئله نیست. برای همین باید توش تولید خیلی سریع و فرز باشه، خیلی سبک باشه، خیلی ضبط باشه، جذاب به ما هو فقط جذاب باشه. مثلا میگه آقا تو هم پورنستار آوردی، دیگه من پورنستاری آوردم که 10 تا ویژگی دیگه هم داره. بله. به فیلمنامه‌ام میخورد، به مقطع تاریخی میخورد، به استعاره کل فیلمم میخورد. 10 تا بالا پایین کردم، اینجوری کردم، اونجوری کردم. فقط میخواستم پورنستار بیارم، یه جور دیگه میبردن جلو کار. بله مخاطب داشتن مهم است، اقتصاد توجه مهمه، دیده شدن مهمه، اما اگه بشه هدف یه کار دیگه است. تو باید با هدفش مقایسهش کنی. آقا من هدفم بوده که در مورد انقلاب جنسی حرف بزنم، بگم چه جوریه و با یه رویکردی دارم بهش وارد میشم، رویکرد مشخص واضحی دارم. اما تو یه فیلمی میسازی که یه نفر میگه نه این بود منظورش، یکی میگه اون بود منظورش، یکی میگه اینه، یکی میگه اونه. ممکن تصمیمت باشه، من اصلا قضاوتی نمیکنم، ولی فیلمیه که در مورد یه چیزیه، مسئله توش نداره. یه فیلم در مورد مسئله جنسیه که احتمالا موفقیت تجاری خوبی خواهد. حتی میزانسنای اروتیک داره به نظر من و من با کار شما مثلا اینجوری نیست به نظر من. یه بزرگواری که من نمیتونم اسمشو بیارم الان به من گفت، یکی از افتخارات فیلم میدونم اینو، که بهم این جمله رو گفتش که شما فیلمی ساختید در مورد مسئله جنسی که فیلم عفیفانه است. آفرین. من به ضرس قاطع میتونم ادعا کنم هیچ جای فیلم من تحریک کننده نیست، با اینکه فیلم حقش در مورد حق مسئله جنسیه، در مورد سکسه. ما مثلا در مورد صحنه که حضرت یوسف و حضرت زلیخا هستن یه صحنه جنسی داره روایت میکنه خدا، اما بار جنسی نداره. یا حتی مثلا یادمه توی فیلم مصطفی عقاد هند جلیاخوار حجاب نداره اما دوربین به شدت با حیاه اونجا. اما ما یه فیلمایی داریم که کامل حجاب کامل اما به شدت اروتیکی، به شدت. یعنی یه نکاتی هم که شما رعایت کردین توی سینما بود که عفیف باشه فیلم. متأسفانه خیلی جای تأسف داره که باید بگیم واقعا جز انگشت شمار آثاری ما هنوز زن ایرانی با حیا در سریال ها و سینمامون نداریم. اصلا نمیدونم بازیگرا بلد نیستن حیا در بیارن. بلد نیستن بازیشو در بیارن. یعنی شما ببخشید داریم این طرف چادر هم داره، خب تو همه‌شون در لایه دیالوگ، گریم، بازی، میزانسن، موقعیت، همه چیز حیا توش ضعیفه. یکی از کارهایی که حالا واقعا چون این خوب اتفاق افتاده توش واقعا جا داره که اسمشو بیارم و ازش تقدیر کنم و به افتخارش بایستم، اگر کادر رو به هم نمیزنه من حالا ایستادم دیگه، قبول کنید. بعدش فیلم موقعیت مهدی هادی حجازی فر. در موقعیت مهدی هادی حجازی فر ما اولین بار زن عفیف واقعی در 60 دیدیم. تا قبلش چی بود؟ تا قبلش مثلا به ما لعیا زنگنه در پناه تو رو به عنوان دختر چادری داشتن میدادن، یا اون فیلم تو آقازاده چیه اسم اون خانم مانلی چی بود اسم؟ من ندیدم فیلمو. آخرا نه من دیدم که اون قصه شکلات و اینا هم خیلی چیز شده. اینا دختر چادری نیستن، خواهر مادرای ما این شکلی نیستن که با چشش تو رو بخواد بخوره، یه پارچه پیچیده به خودش 10 جور اشوه ریز و درشت توش هست، از گریمش، از میزانسنش، از دیالوگی که میره. یا اینا نبود. با حاج نادر طالبزاده شما بحثی داشتین در موقع در مورد این مستند؟ من حالا باید بیشتر فکر بکنم، ولی یادم یه تلاش کردیم با حاج نادر قبل از مستند یه جلسه صحبت بکنیم، قبل از که مستند رو بسازیم. یه فکر میکنم یه اتفاق سرپایی هم رخ داد، خیلی شاید مفصل نبود، اما قبل از اینکه فیلم به اکران اون برسه ما توفیق داشتیم، خدا خیرش بده، حامد قشقاوی عزیز
پادرمیونی کرد و ما رفتیم منزل خود حاج نادر رحمت الله علیه و کار اونجا تو خونه خودش اکران کردیم و دیدیم و کلی در موردش گپ و گفت کردیم و دیدم که اتفاقا چقدر خوب مسئله رو میشناسه. خاطرات شخصی ریز دقیق داشت با جزئیات. آره مثلا اینجا رو می‌بینی، این تو این پلان رو گذاشتی، این خیابونه اینجوری بود، اینجوری فلان بود، اون اتفاق اونجا افتاد مثلا. ما بالاخره خودش هم تو امریکا بود دیگه و کاملا هم به موضوع اشراف داشت و ما چقدر حیف شد که ما قبل مستند نرفتیم سراغ. شاید مثلا یکی دو ماه از زحمت پژوهش ما کم می‌کرد و خدا رو شکر خیلی هم در واقع استقبال کرد و تایید کرد، حمایت کرد و حلمون داد و خیلی تحویل گرفت و واقعا انرژی داد بهمون. این جزء وقتی بود که هنوز مستند نیومده بود بیرون، ما نمیدونستیم با چی مواجهیم. یکی از جایی که خب شما نه حال میشناسید دیگه، حاج نادر خیلی آدم متخلق و اهل رعایتی بود. یعنی ما واقعا یک نگرانی بود که خب تو یه آدمی داری که به هیچ صفتی تحجر بهش نمیچسبه. خب آدم دنیا دیده ایه کاملا، هم دنیا رو دیده، هم نخبگان دنیا رو از همه طیف، از شرق و غرب عالم باشون نشسته برخاست داشته. بزرگان سینما و از اون ور آدم واداده ای هم نیست، آدم بی حیا و ولنگار، یعنی حالت چیزی نیست که تو فیلم‌ها بالاخره حساسیت اخلاقی جدی داره. و خب وقتی حاج نادر کار رو دید و تایید کرد و اینا دیگه واقعا ما دلمون قرص شد که نه انشالله فیلم به غلط نرفته. کمپانی انرژی بودن، یعنی وقتی نیاز به انرژی آدم داشت در این ایام که حالا سالگرد ارتحالشون هم هست، انشالله که این باقیات و صالحات ها که واقعا میشه گفتش که اگر شاید گزاف نیست، واقعا گزاف نیست، میگم من محسن آقایی به عنوان مستندساز هستم تو این صدقه سر حاج نادری است که حالا بهت میگم با چند تا زانویی چه جوری میشه. حاج نادر خب بچهای دفتر راه اینا رو باشن 8 و 9 داشت و میرفت و میومد اینا. یکی از آدمایی که اینجا بود صادق باطنی بود که الان مدیر شبکه ما میگیم شبکه کودک پویا و ایناست و تو حوزه نوجوان و کودک داره کار میکنه. واسطه‌ای که من رو به سفیر فیلم وصل کرد صادق باطنی بود. اگر حاج نادر نبود باطنی نبود، آقایی نبود ایکسونومی نبود. ایکسونومی همین چیزایی که حالا هم چیزی هم که نیست، حالا اتفاق زیاد هم نمیفته، مهم نیست. خیلی من میخوام بگم خلاصه ما واقعا موقعیت کنون همون مأموریت بود میگفتم، یکیش واقعا صدقه سری نور معرفت حاج نادر بود. سوال آخرم چالش کلماته که من یک کلمه رو میگم شما با یک کلمه جمله از این اداها. حالا دیگه ما نمیخوره 4 تا سلبریتی کسی بیارید شما سلبریتی چرا خدا رو شکر. آخرین بار یادم محمدی کجا دیدی؟ تو کافه مستند فکر کنم دیدیم. آره نه تشییع حسن نصرالله در بیروت. نگو که دلم آتیش زده. خب جنبش زن زندگی آزاد، جنبشش خیلی جنبش غلط و اشتباهی بود، ولی زن زندگی آزادی حرف پیامبره، حرف جمهوری اسلامی، حرف انقلاب اسلامی، حرف ایکسونومی، حرف هر انسان عاقل و فهمیده ایه. همه دعوا سر همینه. زن زندگی آزادی چگونه؟ به والله، به پیر، به پیغمبر، به تمام مقدسات ما هم دنبال زن زندگی آزادیم، ولی زنی که در تمام ابعاد، در تمام طول عمرش در آزادی و زندگی خوب باشه، نه زن به مثابه یک ابژه جنسی که تمام آزادیش حس بشه در اینکه لختر بشود یا نشود. این زن زندگی آزادی که زن و زندگی و آزادی او باشد، نه زندگی و آزادی مردها. لایحه عفاف و حجاب، نوشدارویی که امیدوارم به مرگ سهراب نرسه، قبل مرگ سهراب به اتفاقاتی در موردش بیفته. آره و خیلی هم نوشدارو، آره میگم، یعنی از جهت اینکه دیر و زود بشه میگم. من خیلی وقت پیش، شاید 1 سال قبل از که لایحه تصویب بشه، گفتم مهمترین چیز زمانه و ثابت شد که این درسته
و الانم احساس میکنم که هر چی داره میگذره ما به یک نقطه بدون بازگشت داریم نزدیکتر میشیم و یه چیزی باید کند بکنه این اتفاق. شما میگین خیلی قابل تحمله. سند 20 یونسکو. سند 20 یونسکو دستورالعمل فرهنگ جهانی انسان بدون خدا. دنباله بودم با چه کلمه مقدم بودم و ریاکارانه و کلمه هم آخر مستندسازی. مستندسازی یعنی دردسر، دنبال دردسر گشتن، دنبال داستان بودن. این طرف دنبال داستانه، مستندساز دنبال داستانه، نه داستان به منظور سرگرمی اینا، دنبال درده. من مستندسازی که ما میشناسیم، حتی ببین خودمون، ما بچه‌ها مستندساز می‌بینیم، کار کردیم باشون، زیست کردیم اومدن، حتی اونایی که موقعی که داره فیلمشو میسازه تو فکر اینه که اینو من به ایدفا بفرستم یا به هات داکس یا فلان یا بهمان تو فلان جشنواره، او هم تومنی سنار به خیلی از فیلمسازهای فضای داستانی شرافت داره، زیست میکنه با آدمای واقعی، باشون بر میخوره، تو بخش از زندگیش میشن، حتی اگه سوژه مستندش هم هستن، همشون تقریبا همشون یه پولی بهش میده، یه کمکی بهش میکنه، این اصلا زندگی میکنن با هم. و عمدش آدمی میره سراغ مستند که یه دردی داشته باشه، یه مسئله‌ای داشته باشه. از این جهت من برام مستندسازها از هر طیفی، حتی اونایی که کاملا در طیف مخالف گفتمانی ما اصلا به شدت محترمن، گفتن نداره، همین اگه گفتن نداره چرا داری میگی حالا الکی قیف ما آقا نبذه بگم. یه مستندی ساخته شد تو جشن، من بگم اگه گفتن نداره چرا؟ نه شما نمیدونی که بگم، بذار من بگم. یعنی میگم چیز قابل تعریفی نیست، افتخاری نیست، اتفاقی که افتاده. مثلشو بگی. یه مستندی توی جشن در مستقل مستند بود امسال که ما تو آکادمی بودیم فیلم‌ها رو می‌دیدیم، به نام آنپاس. شرح زندگی یه خانومی بود به نام رحمان ربانی که از همینجاش سلام میکنم، که مکشف است، بی‌حجاب، زن زندگی آزادیه، تو خیابون میره میاد، دعوا میکنه با پدر مادرش که خیلی، با خانواده‌اش که خیلی مذهبی ان و شرک معلاتی میشن، اینا دائما بر سر این مسئله چالش داره. ولی با همه این اوصاف من برای این آدم به شدت احترام قائلم، رفتم شخصا دیدنش، دست کمک بهش دراز کردم، گفتم بیا با هم یه کار بکنیم. حالا به هر دلیل نپذیرفت، به نپذیرفتنش هم احترام میذارم. و چرا؟ چون احساس کردم اون فیلمی که کاملا زندگی آزادی کلاسیکه، یعنی قشنگ ضد جمهوری اسلامی، همه اینا، همون چیزایی که ما براش جون میدیم اون ضدشه، خب ولی با همین اوصاف بهش احترام میذارم، چون احساس کردم اون فیلم خالصی از دغدغه‌شه، از دردشه، از اینکه فکر کرده اون مسیر درسته. و به همین صفتش من بهش امید داشتم که میتونیم با هم کارهای خوبی بکنیم، میتونیم با هم بریم یه اتفاق مثبتی تو جامعه رقم بزنیم. رفتم سراغش، ازش خواهش کردم که توی پروژه همکاری بکنیم. خب هر تقدیر نپذیرفت، اشکالی هم نداره، ولی این شکلی خلاص. دست شما درد نکنه. مخلصم. دردیم یکی از خوبان مستندسازان جلومون نشسته، خدا که نکنه. من شاگردم کماکان. شما ناراحت نشید که ما همیشه این طرف استاد. من واقعا خجالت میکشم عزیزی. اون یک هر مسئولش دست بگیرید بشه ما خیلی هم جلوتر از شما نمونیم و انشاءالله که همیشه افتخاص گلفید باشه و اینا و حالا شهید نشه و آخرش بشه انشاءالله همچنین زنده بشه. ممنون که با ما بودیم و این برنامه رو تماشا کردید.